Hello guys به چنل یوتیوب من خوش اومدین. این اولین ویدئوی آموزشیه که قرار آپلود کنم و راجع به اپلیکیشن جدید OpenAI یعنی سورا 2 هست که کار باهاش رو میخوام بهتون آموزش بدم. اول از همه اینو باید بدونید که این اپ فقط با لوکیشن کانادا و امریکا کار میکنه، پس حتما VPNش رو روشن کنید و بعد نیاز به کد دعوت داره. برای دریافت کد دعوتم میتونید پیجمو فالو کنید و دایرکت بدید، کد براتون کد ارسال میشه. بریم برای آموزش. اول از همه بگم که کار کردن با سورا 2 خیلی راحته و واقعا یوزر فرندلیه. ببینید من لینک سایت رو داخل دیسکریپشن قرار دادم. شما وارد سایت میشید، لاگین میکنید و وقتی وارد سورا میشید یه همچین صفحه ای باز میشه. برای اینکه وارد سورا 2 شید باید اوپن نیو سورا رو بزنید. سورا من قبلا اینوایت کد رو زدم، پس به خاطر این مستقیم میره تو اکسپلور. ولی شما اگه اینوایت کد ندارید، یعنی کد دعوت، فقط کافیه پیجمو که اینجا قرار میدم فالو کنید و به هم دایرکت بدید تا براتون کد دعوت ارسال بشه. اینجا محیط سوراه، اینجا اکسپلور سوراه و کار کردن با سورا به شدت راحته. برای ساختن ویدیو شما اینجا باید پرامپتتون رو وارد کنید. ولی سورا یه جوریه که شما مثلا مینویسید همون چیزی که مینویسید رو تحویلتون میده. ولی خب اگه بخواید ویدیوهاتون مثلا مثل این انقدر پیچیده باشه و مثلا این صحنه ها رو نمیشه با صدای این صدام ضبط شه، این صحنه ها رو داشته باشه و مثلا این پیچیدگی ها و جامپ های دوربین رو داشته باشه، باید پرامپتتون یکم پیچیده باشه که برای این نیاز به آموزش دارید و من آموزش رو داخل چنل قرار میدم که چطوری پرامپت هایی بنویسید که بتونید ویدیوهای خیلی حرفه‌ای درست کنید. ولی حالا با این میشه خیلی راحت شما حتی به زبان فارسی میتونید پرامپت بنویسید. برای اینکه یک شخص خاص تصویرش توی ویدیوتون باشه، ببینید این شخصایی که اینجا هستن کسایی هستن که اجازه دادن که همه از کمیو یعنی کرکتری که شما توی سورا درست میکنید تا اون کرکتر وارد فیلم ها قرار بگیرن، اینا اجازه دادن که همه کاربرا از کمیوشون استفاده کنن. حالا ما توماس انتخاب میکنیم. حالا بعدا بهتون میگم که اینجا میتونید کمیوی خودتون رو بسازید، ولی فعلا من با توماس بهتون یادم. میتونید حتی فارسی بنویسید، مثلا در خیابان بپر کند. اینجا رو میبینید، اینجا اورینتیشن ویدیو رو میتونید انتخاب کنید، پورتریت یا لندسکیپ. پورتریت مناسب ریل و شورتسه و تیک تاک و ما هم الان برای همون میخوایم، پس پورتریت رو انتخاب میکنیم. لندسکیپ برای یوتیوبه. اینو میزنید میره داخل درافتاتون. اینجا رو که میزنید میره داخل پروفایلتون. اینجا درفته و اینم ویدیو. Just hopping right here in the middle of the street. Feels so good. Morning air, sunshine, everything moving around me. Can't stop smiling. All right, I'm done. That was fun. Let's go. میگه let's go بپر میگه بپر. اینها ایرادایی هن که AI ها دارن توی زبان فارسی، ولی من برای این ایراداتم راه حلی دارم که توی پرامپت ها در آینده بهتون آموزش داده میشه. برای اینکه کمیو خودتون رو بسازید اینجا روی اد کمیو میزنید. همینطور که اینجا میبینید نوشته که کمیو creation is available on iOS. فقط توی سیستم عامل iOS و اپل میتونید کمیو درست کنید. این شکلی نمیتونید درست کنید و
در کل خیلی اپ فانیه. اینجا میتونید سرچ کنید دوستاتونو. شما حتی میتونید ببینید وقتی که کمیو درست میکنید، خب اینا رو اونور توضیح میدم. اینجا نوتیفیکیشن بارتونه، اینجا سرچ میکنید. پیج اصلی من داخل سورا اینه، اینجا سرچ میکنید، وارد این محیط میشید. اینطوری میتونید فالو کنید دوستاتونو. و خیلی جالبه بار سورا فالوور هاتون رو میزنه، کمیو هاتون رو میزنه، یعنی از شخصیت و کرکتری که توی سورا ساختید چند بار استفاده شده اینجا براتون میزنه. لایک هایی که پستاتون شده اینجا خورده میشه و ریمیکس هایی که از پستایی که وارد کردید چند تا درست شده. حالا یه توضیح راجع به این بدم. شما با این لایک میکنید که این خب یه قلب کاملا مشخصه که کارش چیه. با این ریمیکس میکنید، یعنی اینو میزنید، بعد چینجی که میخواین به این بدید رو اینجا وارد میکنید. مثلا میزنیم change to ice cream. و بعد مثلا به آیس کریم یا همون بستنی دستبند میزنه. اینجا کامنت هاتون رو میتونید وارد کنید. این سه نقطه رو که میزنید با این میتونید دانلود کنید. با این هم میتونید یه کاری کنید دیگه پست این شکلی براتون نیاد. با این هم که ریپورت میشه. این هم بزنید فالو میشه این شخصی که اینجاست. در کل کار باهاش خیلی راحته، واقعا یه برنامه ایزی پیزیه. خلاصه که قرار شما اینجا همه چی رو ایزی پیزی یاد بگیرید. ایزی پیزی ژاپنیزی. خدایا. اینجا پروفایلتونه، اینجا قسمت درفت‌های، یعنی ویدیوهایی که شما زدید ساخته بشن. خب این ویدیوها رو کسی نمیتونه ببینه، فقط خودتون میتونید ببینید. اگر بخواین کسی ببینه این ویدیوها رو روی پست میزنید و اینا توی پروفایلتون قابل مشاهده میشه. برای آموزش‌های بیشتر هوش مصنوعی فقط کافیه که کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و اینکه پیج اینستاگرامم حتما فالو کنید، چون اونجا همه چی هر برنامه‌ای که جدید بیاد یا هر اتفاق جدیدی که در حوزه هوش مصنوعی بیفته اونجا اول از همه تو ایران متوجه میشید.